روژنه سرچمگی بیرو برهندگان واجه کواس و زادکاران. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و شو وجدرو و مراد باته. الله تبارک تعالی مدام شما را صحت و سلامتی و حیا و غیرت و ایمان بدن. انسان باید این که پواتی چوکو چورگانی سلامتی ها پوتی لوگمندوان سلامتی ها الله تی رحمندان نیمگا دلگوش بکن و دلگوش داری به بهداشتی رحمندان نیمگا ثوابی که انسان کمتر نادراه و ناجور بید. بجای نگه شما کم کم سرشو گیری چی بی شما را کلا گو جاکی بی شما را واضح زر پول هرچ کنه لوٹی تنشی که دکتران باید دوا و درمان بگیرد و می ملک الله شکر درمان گیر نه اپن کما بلوٹی سک مردم پریشان بید تنگ بید تکلیف بید برا گوهتی ازگند و تی گلده را کنات بکنه چمان جوشنه بره و کوشش بکنه که چه نادراهی هم مثلا دور داره و تی چوک و چوریان دور داره پیر و کماشان دور بداره نشی که آیا مریض و نادراه بمن اشانی بدن نازرکی بدنی و کموکی نادراهی و ناجوریان بگیرید تکلیف بند شما هم تکلیف بید. من نتوارم که کمی گوشگاه باز بسمجید پاوتی سلامتی ها پوتی ملک سلامتی ها و خاص می از این واجهانی که سوخت بلگی کنن سوخت کشی کنن گازوئیل و بنزین و دیزل کارن و پاکستان تا هم ملاریای نادرای سکباز می از این رانده و دلیوران رانگود و واتر کنن دیگه چیز گوی نپوجن چوکان بلکه مال پول کارن بله پا یه دیگه عوام پبلیک ها مالاری نادراهی و ناجوری کارن شما رو باید که وقتی راه سرا هم کله و بشانه شما رو گویم بیت مسیر توکا هر جا که شپا گفته واپست چه آنو پله پشه و مکسکا و چه دیگه مکسکا جزنده و چرنده و چه دیگه در امان بید و اگه هیچی شما رو گونی وقتی ماشین کامپیوتر چیز کنه بانه تا چیز کنه یک کسان که لامپی گوته وقتی باتری واسطه کنه ماشینه و تک روشن که بھی پشه و جزنده و چرنده شن درو همانی مگران شما را انگار کنن گوی طریقه شما تونید وقت سالم بید تو دیگران هم سلامتیات چیکی بید منتوارم واشو وجدلو مراد باته و وقتی که گنده هوا هوری و جنبری مره واجه یک که ما جز کو که توجه این چرا روی کار گوشی چون کنه نیست این بابا الله شکر بگیره شما یا یه میرانده عزیزان وقتی که بار هست صورتش میشه ولایتی که خالی هست صورتش میشه ولایتی هیچ پلاک پیرنه بدبختا مکنه چون قوات رحم کنه اگر های گوشن که نان به قیمت جان بابا توبت تسگه توبت مصیبت هر کنه توبت گندره دیم ماشین پیدا گه دیمت پیچی پچور روی قربانا بابا تو باز زکنه تو سوچه پوره به گار به بله تا زندگان تی ما تو گار جان چوک به تماجی درست سوچه میشه یه واسطه سوچه شما وشته گه بل نیشان های دک پاش کپتگان مودیم تا زندگان سوچه او کوشش بکنه او بازی ماشین پشت نوشته که بابا منتظرم برگردی و تو لکته چی برو چوک منتظرم برگرد ولات لاتی ماشین پشت هنچین بیدنگای احبار بیدنگای لکته بابا شما انسان مسلمان شما ادیب شما چون دینانت است که با ماشین پشت لکه چیزی شما آیی نبی قربانا واش وجدلوات الله میاره